با ابتکار کافدرای مالیایی دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان بخشیده به سالگرد برگزاری جلسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و روز پرزیدنت در تاجیکستان شورابینی تنتنوی برگزار شد. در کار این همایش اشتراکچیان جلسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در سال 1992 رهبرت دانشگاه، دانشمندان و عالمان سرشناس این بارگاه علم شرکت نمودند. ناطقان از ماهیت این اجلاسی تقدیرساز در اعمار دولتداری نوین تاجیکستان ابراز اندیشه نمودند. وقتی که جمهوری تاجیکستان اجلاسی 16 شورای عالی را در شهر باستانی خوجند گذرانید، نتیجه های دلرس خود را صاحب شد. امروز تاجیکستان را زیاده از 200 دولت دنیا اعتراف میکند. امروز نتیجه صلح تاجیکان را 29 دولت دنیا استفاده میبرد. این نتیجه چی بود؟ نتیجه همین اجلاسی 16 شورای عالی بود. تذکر گردید که اجلاسی تقدیرساز 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در قلب هر یک تاجیک و تاجیکستانی شعله امید به سوی فرد و اینه که دولتداری ملی تامین روزگاری با سعادت و پرنشاط مردم کشور را فروزان نمود. بزرگترین دستاورد این اجلاسی تقدیرساز آن بود که به بخت میلیون ها نفر تاجیکان دنیا فرزند بهار و ناموس و دلیر شجاع ملت امامعلی رحمان سرور دولت انتخاب گردیدند. ذکر شد که روز پرزیدنت تاجیکستان جشن پرافتخار ملی در زمان صلح استقلالی می باشد که نه تنها رشد جهانبینی و عنعنه‌های مردم را افزون می نماید، بلکه خدمت‌های بی‌سابقه پیشوای ملت را در مسیر دولتداری ملی و برآوردن مملکت از بحران سخت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تقویت می بخشد. تجلیل از روز پرزیدنت نشان احترام و اعتراف مردم از خدمت‌های شایان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در راه اعمار دولت صاحب اختیار و دموکراتی، تامین صلح و ثبات سرتاسری، رشد به‌میدان تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری میباشد. همزمان ناطقان بخش سرنوشت‌ساز این اجلاسی در سرنوشت ملت تاجیک بقای دولت و بنیاد ساختار کنستیتوسیونی بیان داشتند. وابسته به موضوع محوری همایش استادان دانشگاه و حاضرین تذکر نمودند که اجلاسی 16 واقعا هم رویدادی تاریخی محسوب یافته تقدیر آینده دولت ملی تاجیکان را به سوی هدف‌های بزرگ عمومی ملی، صلح و ثبات و وحدت ملی روانه کرد. امروز باید جوانان به اهمیت تقدیرسازی آن ارج گذارند و زحمت بزرگ و تلاش‌های وکیلان همان وقته را با سروری رئیس شورای عالی، سرور خردسالار پیشوای ملت امامعلی رحمان برای آرامی و ثبات قدردانی نمایند.